هر محله‌ای که هستی خفن زندگی کن. بهترین رستوران محلت رو برو، بهترین باشگاه محلت رو برو، بهترین اتکلونی رو که میتونی بزن. به خودت عیار بده. خوب زندگی کردن یک هنره. نگو وقتی که پولدار شدم خوب زندگی میکنم. تو با این نگاه پولدار نخواهی شد. پولدار هم بشی ثروتمند نخواهی شد. فردا یک دروغ محضه. هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. جوری زندگی کن که انگار آخرین روزه. زشت نباش. پاشو لباساتو عوض کن، پاشو آرایش کن، بدلیجاتتو جواهرالاتتو تنت کن. برای کی نگهشون داشتی؟ برای مراسم ختمه؟ پیرن بپوش، دامن بپوش، لباسای گوگلی مگولی بپوش. حتی وقتی میری دستشویی هم لباس خوب تنت باشه، میکاپ رو صورتت باشه که باور کن همین کارهای کوچیک رو گفتگوی ذهنی تو با خودت تأثیر میذاره. به جای اینکه توی آینه خودتو ببینی و بگی وای زیر چشام چقدر باز شد، چقدر سیاه شده، لک‌های صورتم، چروکا چقدر زندگی دارم پیر میشم. به جاش میگی وای چقدر خوشگل شدم، چقدر ناز شدم. والا فردا پس فردا میافتیم میمیریم، هیچی هم نمیتونی از این دنیا با خودت ببری. ولی باز خوشگلاتو برای چی نگه داشتی؟ برای کی نگه داشتی؟ کی مهمتر از خودت؟ پاشنه بلنداتو توی خونه بپوش، جلو آینه برقص، قربون صدقه خودت برو. تمام اینا روی فرکانس تو تاثیر میذاره. فرکانس تو رو بالا میبره و اگر فرکانس تو بره بالا، کیفیت زندگیت میره بالا.